کیلایی که داری میبینین دقیقا مال 2 شب پیش ساعت 3:42 دقیقه بامداد قبل حمله موشکی اسرائیل به ایرانه. تقریبا میشه گفت آخرین مشهدی که پلی دادم، یعنی داخل کالاف بودم. متاسفانه دیگه سرورهای 10، 11 و 12 یعنی سرور ایران که پینگ 5 میدادن از دست دادیم. یعنی رسما دیگه باید کال آف دیوتی موبایل رو تو خوابامون بازی کنیم. دوباره تقریبا توی خورین دلقای اینستاگرامی اومدم بیرون. اوی داداش دیگه تموم شد، دیگه نمیتونیم بازی کنیم. اون یکی میاد میگه آره خلاصه حاجی دیگه نمیشه بازی کرد، بیایم بریم با هم اتحاد تشکیل بدیم برای آزادی کالاف موبایل. چه انوگویی ناموسا، معذرت میخوام، چه انو پی پیه بازم که ان شد. ولی کلا خلاصه شو بگم اینجور آدم کلا میخوان از گو کره بگیرن. دوباره گفتم گو که از پی پی میخوان کره بگیرن. کلا هم اینجور مواقع ظاهر میشن، فعالیت درخشان خودشون هم نشون میدن. خلاصه اینا رو ول کن، بحث رو دور نشون ازش. چرا الان نمیشه رفت داخل کار تیم موبایل؟ میشه رفت، کسی نگفته نمیشه رفت. من خودم امروز صبح الان میذارم براتون استارت کردم داخل مش با سرور 12. هیچ مشکلی نداره، صرفا پینگتون بالاست و اینکه بدون وی پی ان هم به زور میتونین برین داخل بازی. یه سری نت‌های مخصوص میتونن برن مثل مخابرات و ایرانسل، یعنی همراه اول. ایرانسل هم به زور میره، همچین تعریف خاصی نداره. ولی پهنای باند از داخل مسدود شده، یعنی مشکل از بیرون نیست. نه کسی تحریم کرده نه خبریه، هیچ جا توییت زده نشده که کال آف موبایل برای ایران تحریم. این جریان بند شده هم جلوتر توضیح میدم بهتون، کار به نداشته باشین. خلاصه که این مشکل از داخل، یعنی نت ملی شده. شما هر برنامه ایرانی رو بخوای مثل ماس برات میاره بالا، با هر نتی بخوای باشی، یعنی بدون اون قند شکنی توی گوشیت راحت میتونی کاراتو انجام بدی. الان هر جا میبینید اصلا مثل من افتضاحه. میگم منطقیه، دلیلش هم حالا نمیشه گفت اینجا چرا قصد کنن اینا، ولی خب تابلویه، بحثشو نمیکنم، بحث اصلا در مورد گیمه. خلاصه بگم اینایی که میگن اکانت بند میشه مال تغییر آی پیه. اینایی که با وی پی میرن داخل گیم، حالا اینا کن اصلا نتش اوکی، مشکل نداره، فقط نت منه. مثلا من که تو اصفهانه هم اینجوری مشکل دارم، بقیه رو نمیدونم. مثلا تو هر شهر یه استان جای فرق داره. خلاصه شو بگم اینایی که بند میشن مال تغییر آی پی. قدیم هم گفتم وی پی ان بزنی احتمال بند شدن داره، ولی خیلی کم. ولی اینایی که اکثرا بند شدن خوشبختانه آنتی چیز کال آف موبایل دوباره کم پا گرفت. یعنی مثلا الان تفاوتش خیلی داره با سیزن، مثلا 2 سیزن پیش اینجوری چیزا نبود تو مشتی، فقط همین سیزنه. الان اون فعال شده، اکثرش چیزا رو بند داده. کسی صداشون هم در حال، من نمیگم کسی چیزا رو، ولی خب تو چنل تلگرامی مشخصه کسایی که میگن بند شدیم و نشدیم و کی بند و کی نیست و همون تغییر آی پی هم وی پی ان همون قند شکن خودمون میزنن میرن داخل گیم. اگه اکتیویتی میده یارو آلمان یارو ایرانه، خلاصه که یکم مشهور بشه به این داستان. ولی آی پی های چیزا رو داره بند میکنه، کسایی که هک میزدن. به نظر من که خیلی خوبه. بعد مثلا یه ما اومده همچین کاری کرده، یه سیزن گذشت دیگه، یه سیزن که هر کاسو میرفتی لا چیزا رو بود دیگه. کلا تا الان مثلا این 2 روزه کسی نمیده بفهمه چه جوری میشه پلی داد و اینا. منم نمیدونم والا، کار خاصی نمیشه. من خودم 2 روز بازی نکردم، ولی یه سریایی که میام پیازه زیاد میکنن برای همیشه کال آف موبایل رفت و این داستان
خودتون میدونین چه خبر. فعلا تنها کاری که میشه کرد ثبت کردنه. امیدوارم که زودتر هم این جریان جنگ و اینا تموم بشه. بحثی زیاد نمی کنم. خلاصی که ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. اگه دلتون خواست چنل رو سابسکرایب کن، زنگوله هم بزن که ویدیو بعدی آماده شد ببینید. مخلص شما. اسمم چی بود داره؟ آقا شهاب. خدا It is